شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرفی اروپا برای ما کتاب ها عالم هاشان کتاب ها آورده دادستان. حاضر میگن در گازیتی SSR خوندیم، در یک مقاله گازیتی SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب علاقه شده تمام شده است که فقط دلالتشان بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اگه ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشید، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشید. چگونه که اون مردم عقیده شون همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمانیم، ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینید جوانای ما آنقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن پیش از زن گرفتن میپرسند که این دختر از چه دختر بود؟ آیا دخترای کوچگر نبود؟ دختری شبگر نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسند این از حساب چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه ها، ننگ دارن بچه ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیبی او را پوشانی و خواب و توبه و ندامت کند که خیه کن همه بدبختی را من کردم، با یگان جوان بدبخت بی ناموس بی توفیق همه کار انجام گرفت. اکو مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی مثلا از جمله دیوسان میشه. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای غیرت ندارد، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای غیرت ندارد، پیش راه او را گرفتن میتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میایین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره راه هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من همین اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم. چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادر عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشن. یک بار نگاه کنید، آخی نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخی یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی ندارد. همین دختری مسلمانی ما های، دختری تاجیکی ما های، همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد،
آیا او بعد صحت و سلامت میماند؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میماند؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایره ندارد. دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لوچ بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلم ها الحمدلله مسلمان هم، همونا هم دختر دارن. آخه در همون سیم وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرف هموی، معلم هم نگاهش به سوی هموی. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادر عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها در اهمیتی هستند تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه های دوست رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم. وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت ای پدر، گفت چه پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیشت قتل میکنند، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدای این فرزند شکی شنید، در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل می شود، این گفت آن ذاتی گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن نمیتوانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا، اگر در این مصیبت بالای تا آوردم صبر نمی کنی، از جریده دوستات را خط میزنی. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. نگاه وقتی که این 10 فرزندم که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره یک بیان دارد، میگوید طریقی عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریقی عشق جانان بی بلا نیست، این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست. این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهنگ راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بالا، سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتن سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را میکشند. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. حضرت میگه بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. بلا را بکش، عذابها را تحمل کن، سختی ها را تحمل کن. هر چیزی که در این راه بالای تو می آید نترس، نترس. در حال پشیمان نشو که کاش که به نماز بشیدیم، یا کاش که همین مسجد نمی آمدیم، این قدر سخن نمی شنیدیم. نه، حضرت میگه بلا کش تا لقای او